دوستان عزیز سلام علیکم 29 ایولی سال 2026 می باشد و شما دو نمود انگور را نشون میدم و میگویم که با مزه است با مزه نیست چخیل کنید از این باغ کنید نکنید نهار کنید یا نکنید. در نزد شما انگور شاهانه محلی سودگی است که سالهای دراز در تاجیکستان میشد و انگور شاهانه سفید این преображение می باشد ایستاده است. همین دو انگور رو علاقه یک ماه شد که در مغازه ها میفروشند لیکن با من تقریبا 2-3 هفته پیش یک ابونچی زنگ زده گفت که این انگور که رکلام میکنی همش فچ من خریده خوردم همش فچ درست لیکن وقتی که پول است گفته انگور بیچاره نو رنگ میگیرد که یگان دورو میزنن رنگ میکنن و میبرن خریدارو میگیرن میبرن بازار 50-60 سومون میمونن آدمو میخرن میخورن فچ چون که باید نپخته است و بیچاره انگور چی میشود بدنام که انگور خوب نیست انگور نغز نیست لیکن انگور وقتی که میپزد من عین حال همین روز انگور پخته است همین مثال میگیریم همین رو میگیریم بسم الله الرحمن الرحیم من انگور شاهانه میباشد من ببینید انگور شاهانه بسم الله الرحمن الرحیم من امروز خریده خریدم این حدود در بازار 20 بوده است یک رو خود منم 15 سوم میخواهم که 1 سوم 2 سوم شود همین برای این 1 سوم 2 سوم شد بسیار قدر دارد اینش 25 سوم بوده است بسم الله الرحمن الرحیم اکنون این رو میخوریم یک دونه ببینید این کمچین است این ببینید دونش چقدر کلون کلونه بسم الله الرحمن الرحیم این هم یک فچ بود یک ماه پیش برو برده بودم کپ کود خم خطا حوزه دیگر حوزه را علاقه شیرین شده است خورده گودم رحمت میگوید برای بر وقت انگور را نخرید انگور رو بدنام نکنید فروشنده‌های عزیز یا که دهقان‌های محترم پول است گفته خیر پول است گفته میفروشن چیکار کنیم انگور بدنام شده است انگور اواتر رو بدنام کرده اون که از اواتر خوری نیست ماه سپتامبر اواتر رو خورید راحت میکنید خام میبرن بدنام کردید همه چی بازار خام میرود و نباید خام رود باید پخته رود از سبب آن خام میرود که در بازار یک هفته ایستادو فروشنده استاد فروشند برو اگر پخته برن این یک روز 2 روز 3 روز میستادو 2 روز میستادو علاقه آب میشه انواع شهد و شکر است خیلی چیکار کنم از این نهال ما داریم از شاهانه نهال داریم من ببینید و از این شاهانه سفید نیست نهال داریم دوستان عزیز میتونید با ما مراجعه کنید از ما نهال همه رو خریداری کنید در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد